من فوراً پلو محمد بیزار دم از این خرایم بفهمید یا نه من دیگه نمیتونم میگم تو همین 80,000 بالی چی دادی کاکو من خر ماست چه کار کنم پیار خوب بگردم ها تو به من گفتی که من میرم گوسپند بخرم گوسپند بخرم میان کردین خودتو جمع کنین و ببرین بفروشین که فایده کنه تو به من چی هستین من خرچرونم کاکو آله سکتو ما تو معامله‌گر هستیم یا نی کی گفتون نیو من معامله‌گر که گوسپند و گوی تا چیزا باشه من نمام خللو سکو داده بیداد حالا اینجا هرچی می داده بیداد که دن سراغ با ما آب شرف نگاه نداشتی تو رو آخر ودشم بیاردم اینجا بیاوردم هرچی حال می بگو معاملیه چی شطور بخری چی گوسفند بخری چی خر بخری چی گو بخری فرق نمیکنه بفهمید کاکو چی میگم از اون 80,000 25,000 در مدت گیلک بیده اینا کرد پاک کرده دستام که پسته شکسته گفتم من گوسفند بستو که من بودم دست که تو بری گوسفند بست اونا ولی خر دادی چند بار گفتم بیا که برای خود من خب من تو اطمینان داشتم برای که تو رای کردم سکو تو هر سر حقله ما که از اینجا ور خستم برفتم با گنج رفتم با این با بای قسم رفتم خبر دار که با باقی رفتی کاکو دو شوستش من اینجا بمونه ای برادر که تو دارم برفتم با تا گنج رفتم که ما گوسفند بخرم که بیارم اینجا چاخ کنیم اینا رو بفروشیم که حداقل 500 400 600 هزار کدوم برای ما تو بمونه خو نبود دیگه هم گوسفندا لاغری پدرنات اینجا بدون ور میداشم میآوردم اینجا چیکار کنم به اسم خو میآوردم خام گوسفند که بخواد یک ما دو ماستم آدم جمع میکنه چاق میشه اینا چیکار کنم بابا دو ماستم ما که تو اینا رو چاخ کنی چی میخوری تو مگر ما هرچی پیدا کنی بزینا خرج کنی باز اینا کی میخره بابا جو اینا بالا یک مرغ مرده میخرم تو برفتی اینا رو بردی بیاردی کاکو اصلا میفهم یک سنه صبر میکن نه خراب بردار پلو کمر بده کاکویم چی پول کار بده پلو مر بده بغضا که بفروشم من کار ندارم به فروش کار ندارم خب چرا پشیمون میشی مرد که پشیمون نمیشه من به تو گفتم که با من خر بخر معامله‌گر نی نه به تو گفتم که بابا پشیمونو من نمام لالا من به قصدی نه به خدا پشیمونید کاکا جو ما پولا خومای تو چوب کو چی چوب کنه یا تو که شیشته تو گاب نزن چی چوب کنه کاکو ما خودی تو معامله تو خودی هم معامله کردیم بازی چی رفته داره حالا چی میگی لالا ور میده خرا یا نه یعنی نمی نمام لالا نمی نمام 20 روز بعد بیا پول 80,000 خوب چی 20 روز بعد من بیام پول نقد خورم بودم 20 روز بعد بیام برات آ دیگه اینا چیکار کنم بعد اینا بگذارم کم چختر بشه که برم بفروشم پول خورمه از میانه می ما چه نمام پول خلاص دیگه کی میدی انا من میرم انا به چه طور رخصت گیلا که رخصت میکنه که برات کار خوبه کی میدی پولم 20 روز بعد لالا یعنی بس 20 روز پول خورم بیا پول خور از اون واسه بدن سر نه قلم نه یک زنگ برام بزنی گفتم ان تو بس 20 روز تو پول دیگه تو آب شرف نگاه ندیشی دیگه تو آب شرف داری کاکا برو کاکا برات کار خورو بریم بابا عجب مردمی بدین فقط نون مف خوردین شما پول مف مایه خوبه ابداع تو خر بخریدو پول مف خوردم کاکا اینا پول خونک بوده پول خونک بوده ابداع تو خر به تو بخریدو برو بابا برات کار خو برو برو کاکا تو مفتاحی خدا پولا من میدی میفهم یاری بس میفهمی برو برو تو اصلا خورا کوشی چی دست مف میزنی برو کاکا برات برات کار گوشه بخور برو برات کار خورو کال امروز نوناتو میزنم مردم بیای بده شما برو دیگه تو به سر 20 روز پول تیار میکنم تو پول 20 روز شب مردم بده برو برات کار خو برو دیگه نبینه که دست را بیای تو 20 روز پول میدی یا نمیدی بسوختم در گرفتم مثل من دگه نمیرم به تله بسوختم در گرفتم مثل من دگه نمیرم به تله او شاخور دادم پرته نمیرم هش اگ مرگه بخوریم این خارار بخورین دیگه به کدو لد میری لنگ تو هم بسته با قوت میکنی کش میکنی جور بچه عباس جور بچه کجا رفیق بیا تو
بسختم در گریفتم مثل خوشه کو قلم و کتابچه رکبی تای تاخچه رکبی تای تاخچه نمیرم به باغچه بابا نمیرم بابا نمیرم بابا نمیرم به باغچه داری که عباس خیرات جان جلای شکر چی گپایه خیرتی گله ها این خراس کینه خرا از ما ها این خراس شما نه ابدا تایه ما ابدا تا خر داریم گلک نیه گردن ما بند باش که من اینجا بیکارم میامدم میچرم مثلا خر اینجا چیکار میکنی شما بابا امی 3-4 روز پیشتر 3-4 روز 5 روز میشه اما نورالله همسایه ما بدیدیم به چی ما دین اومد ربابی خب ای بیامد پیش بیار من گفت که بده که پول ما بده من 1 لک میدیم 70,000 میدیم 80,000 میدیم انا میرم به طرفا با قصه اینا انا قرار که دیگه گوسپند میارم گوسپند میاره میرفشی من قرار که دیگه جمع میکنه گیلک بچرونه میرفشی من فایده هم میکنه با شما خر انا لالا برفته برادر کمر داری انا برفته انا اینا به من 1 بلو خری آورده که چرا گوسپند نوردی اولا گوسپندا لاغری بیده همینا به گیر آمدن اینا رو بخریدم به 1,40,000 حال تو بیاد اینجا خر بچرونی خرچرون اومد حیف تو نکده گله حیف کی حیف تو اشته نگرفته حیف تو میاد از همه کار لده خر میچرونی چون این خود اینا میچره این و دیگه شما به سر اینا اقزار نمایش اینا گوسفند میخنه شما اگه به زمینا خماست 1 دونه خره نه تو دیونه تو اصلا اکل خو ابلغ تو آخ اکل خو میفهم اینا چی تکلیف گذاره چند تایه 17 خب 10 تا خر 17 تا خر اینا رو جمع میکنم با میرفشیم اینا که 1 ما جمع کنیم با میبریم گنجا میرفشیم با 17 تا 500 شاید با ما بمونه وای 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 چه گوسفند ولی افتاده بود گفته اگه اونجا گوسپندا لاغری بیده ناوردم امینا بلاوه شو معامله گله خرچرون گله خرچرون چه کار میشه تابه که مرچه نازه نه مرچه بروی پاتا گردنه و من مرچه آی بله خب با من میگن گله خرچرون خب با تو چی میگن با من عباس بی عقل کمال ما بی عقل کمالم ما نازه اگه عقل کمال تو عقل نداری به سر خواه اگه تو عقل میداشتی خر نمیچرندی اون نورالله شریک ما بیام اوونه این خود پیار تو شریک شده خود پیار می شریک ها به من خرا شریکه آره جلو تو برات من میگه گفته خرار کجا ببودی انا حالا میفهمی با من که جمع نمی کنم پیار ما و نورالله گفته که اینا هم روز 60 روپیه به تو میدم روز 60 روپیه به جمع منه انا ای رقم جمع نسره وای 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 سلام علیکم خلیفه شیریک علیکم. اینا خلیفه شیریک گله شن جانجره خوبی بخیری خب آه تو دیگه مرخصی ها آه مرخص آه مرخص چیه موبایل ما و شما نشد عمل چی بابا ای پیارت مور کوتاه کرد عدله چرا بیامده به دن سارا قال مقاله بچسبونده که لالا توی خرار برفتی بسونده اینا ما تاون میکنه ما اینا رو نمایه گردن ما بند باشه دیشب راست میگی دیشب مادرم غریب بود به ترمز بزنه من فرق سر مادرمه گردن ما بند باشه ایت ماس پیار من فرغون چی گفتم ترمز ترمز بم ترمز بزنه ماس بم فرق سر مادرمه مادر تو ما سر خود خوب بزنه نه پیار من ماس بزنه به ترمز به تا سر مادرمه فرق سر مادرمه اینجگاهه انا قال میگه پیار من میگه برفته این مرتگه کلاورداره طور میگو انا این مرتگه کلاورداره انا برفته پولام رو بستوندنه برفته به من عمل لکه خر خریده من بجو گفتم اول روز اول بیام که من میرم ابای قصا گوسپند میارم چری خر آورده ما چه کار میکردم اینا را مال به بالا یک مرغ مردی بدیش کدوم نمایا بابا جو ما برفتم به گنج برفتم دور سر و زمان اونجا بودم که به تا گنج بودم
که گوسفند چیزی بگیره بخرم گوسفندا مردنی لاغری اینا ور میداشم میان اینجا ما جنجال کلانتری بود می آوردم اینجا میفروختم کاس اینا دونه 300 ریال پس من نمیخری نه یک سال اگه اینا جمع میکردی تلا پس پولا خود خور میشد بلا خود معامله دل سینه مایه که هر تو دل سینه معامله رو نداره پیار فکر میکنه نورالله کلاورداره آلکم تو خلاصی دیگه چی خلاصی پولا پیار تو برای گفتم 20 روز بعد پولا تو میدم بفهمیدی یعنی ما شریک نیم نه دیگه تو میتونی بری ما خر نداریم نه دیگه از خرا خلاص شده خرا به جمع شو آخه ما خر موشر گفتم میریم روز آخر نفروشیم ما به خود جمع میکنیم از این خرا موشه یک زر خریدیم و فروختن که بیا نگاه کن ما برو من بیا که تو سگو یعنی با تو یک سدی هم میدم فهمیدی اینجوری به از طرف من 4 روز میشه تو اینجا قرار میچرونی بفهمیدی 2 روز از طرف من 2 روز از طرف پیار تو این هم یک سدی 2 روز 60 روپیه 100 روپیه میشه نه روز 50 روپیه 60 تایی کردم گردان مبند و شمرش تایی کردم خودی کی تای کردی خود کی؟ خود پیار خوب خودی پیار خود تای کردی خودی مگه تای نکردی برو 20 گیلا روپیه شاید پیار از تو 60 روپیه بده اینا 50 روپیه بده برو از او بستو پیار من 60 روپیه میده میچله خلاصی دیگه برو چو از منه برم چو هم از تو خداحافظ از این گوشه دیگه دیگه ما خر نداریم دیگه شما معامل نکردن نمیتونه بریم خداحافظ گیلا کجا میری؟ میرم سر نرو شو نرو اگه نمیری اگه نمیری نرو شو خیلی بگیر برو دیگه تو به خدای کریم سپردم زنده باشه نه تور ببینی نه روز بعده خوبه سیگه به پیار خان سلام بگو خوب بعد از سلام بگو معامله دل سینه مایه پیار من دل داره سینه نداره آفرین برای او بگو چه مردم یا آمدی چادر تلهی بابالای این بوجی چی داره؟ کشته مسکین اینجا پرتره گیلا کی بیا چیه میتونی اونا رو برمیداری؟ از کجا آوردی بوجی؟ بیافتم من از کجا؟ ها؟ از کجا؟ حالا اینجا همه هرچی به سر زمین ها مردم پرتای بود تو بیافتی ها؟ میگم همه هرچی به سر زمین ها مردم پرتای بود تو بیافتی اینجی بیل است اینجی توقاچ است اینجی مال گورونی است سولرا ما اون اینجا هست کله خوربالا کسه کو برای رمضان جان کمک نه دوزینی من دوز نیست پدر دوز آخه اینا کشتی زردالو همه 2 ساعت حتی از این درخت ها چیندم و تا سر زمین ها مردم که میری گیلک جان تو همسایه ما هم هستی بعده هر چیزی که پرته اور نداره اونا از همسایه تون از مسلمونه که اینجا میگذاره ما دیدم اینجا بروی علفا پرته خب روی علفا هم این زمین ها خبر نداری از مانه خب با اون راهی که تو میری از این دیوال به اون بلندی میتونی بالا شده موج میکنم من مدام موج میکنم خب چرا هرا راستی ایت نمیری خب ایتا کمر بره ایتا کمر بره عقل تو به کمر بر میکشه عقل تو به زینه میکشه که اینا هم دیدم مردمه میگه روی علفا بوجی پرته وا کردن سر از رو کردن دیدن کشته من چی میفهمیدم خب میفهمی که اینا کشته اینا خو اینجا به روز اینا کد نبوده ما تا گفتم بوجی یک مسلمان جمع کرد ما گفتم البته مسلمان بگدش اینجا که من بیان ور دارم ماتر گیلک که بیا بخورد این تا غم تو میشه تو پالق خو یا تو ندیدم
رقص خوبی داری یا خوندن خوبه؟ رقصم خوندنم ها؟ خوندنم بلدم رقصم حالا گپ بزن که رقص و تو خوندن تا به اندازه عقل کمال تونه. نه او بیشتر از عقل کمال من صحیحه. بخونم نه برو ایت نرو برو. چه روته دیوالا تا میندازی چری اوتا برو. ببرم دیوالیه دیگه او دیوال کوتاه او دیوال بلنده. من هر روز موج میکنم دیگه موج نکنی اثر از این زمینا تیر نشه که تو هرچی به دست به جلوی خوب بینی ور میداری. میان ما و تو یاری نمیشه یاره گیل نگه تو هم به نجاری ببرن گردن آبان به 2000 روپیه به تو تخته کسی نمیندازه. عباس تو تخته کامل.